سلام عزیزای دلم، خیلی خوشحالم که با جلسه دهم از دوره 20 تکنیک روانشناسی خویشتن در خدمتتون هستیم. امیدوارم که جلسات قبل رو کامل دیده باشید و از مطالب نکته برداری کرده باشید. من فرشاد فهیمم و افتخار این رو دارم که یک جلسه دیگه در خدمتتون باشم. عزیزای دلم، امروز قراره یه اتفاق فوق‌العاده و یه اتفاق خارق‌العاده رو رقم بزنیم. میخوایم یک تکنیک فوق‌العاده ناب یاد بگیریم به نام داداش داری اشتباه میزنی. این تکنیک رو اسمش رو گذاشتم چون باعث میشه که شما برایندت مثبت بشه. اگر تریدری هستی که ضرر میکنی، اگر تریدری هستی که دست بیقرار داری، اگر تریدری هستی که توی این مارکت سود نگرفتی، این تکنیک ناب رو این جلسه از من به یادگار داشته باش که میتونی توی مارکت کامل موفق بشی. حالا این تکنیک چیه و ما چرا اسمش رو گذاشتیم تکنیک داداش داری اشتباه میزنی؟ ما اومدیم این تکنیک رو روی 30 تا از دانشجوهامون تست کردیم. چه برایندشون مثبت بود چه برایندشون منفی بود. به طور رندوم بچه‌ها رو انتخاب کردیم. در کمال ناباوری دیدیم همه‌شون برایندشون مثبت شد. یعنی اون تریدری هم که منفی بود مثبت شد. این تکنیک میتونه تریدری که برایند منفی داره هم ازش یک تریدر با برایند مثبت بسازه. کاملا تست شده است. میگم روی این 30 نفر اومدیم تستش کردیم و دیدیم چقدر خوب داره جواب میده. اونی که حتی منفی 50% بود حسابش رسیده بود مثلا به منفی 10%. اونی که منفی 20% بود شده بود مثبت 5%. اونایی که مثبت بودن که داشتن میرفتن جلو. یعنی میاد برایند شما رو به سمت مثبت میبره و من اسمش رو گذاشتم داداش داری اشتباه میزنی. چون اون کارهایی که قبلا تو انجام میدادی و الان بهت نشون میدم تو اینا رو داشتی انجام میدادی، خب اشتباه بوده، بذارش کنار. این چیزایی که من بهت میگم رو انجام بده. تکنیکش خیلی ساده است، خیلی ساده است، ولی از اونجایی که درصد موفقیتش خیلی زیاده میدونم تو هم که یاد بگیری میتره کنی. بریم سراغش دیگه، بیشتر از این وقتت رو نگیرم. میگم یه چیزی که کاملا واضحه، یه چیزی که کاملا برای هممون پیش اومده. قبول دارید رفتار ما، تصمیمات ما آینده ما رو میسازه. یعنی شما الان تصمیماتی که گرفتی، کارهایی که انجام دادی تو رو به این نقطه رسونده. یعنی با اون چیزایی که یاد گرفتی، با اون کارهایی که کردی الان توی این نقطه هستی دیگه بیشتر از این که نمیشه. اگر بخوای با همونا بری جلو، نهایت تو همین لولی یه کوچولو بالاتر یه کوچولو پایینتر. شما اگر تصمیماتی که الان بخوای بگیری اوکی باشه، آینده تو رو میسازه. پس ما گذشتمون رفتاری داشتیم، کارهایی کردیم، الان به اینجا رسیدیم. نمیتونی بگی وای من فلان کارو کردم باید میترکوندم الان اینجام. نه، بر حسب اون کارها و تصمیماتی که شما داشتی الان اینجایی. اگر بر فرض مثال یکی رو میزدی میکشتی، الان گوشه زندون بودی. پس تصمیمات و رفتار شما باعث شده اینجایی. حالا اگر از این نقطه میخوای یک آینده بهتری رقم بزنی، باید تصمیمات بهتری ببینی، باید آموزش بهتری ببینی. آموزش هم نه صرفا این که آقا من برم فلان چیزو بخرم. نکن، انسان با آموزش داره میره جلو دیگه. شما حتی الان بخوای یک سوپرمارکتی بزنی، باید آموزش ببینی از کی جنسو بخری، چجوری چک بدی، نمیدونم کدوم جنس بیشتر فروششه، تخفیف کدوم بیشتره. یه آموزش باید ببینی. الان شما مثلا میخوای آشپزی بخوای بری فست فود بزنی، فلافلی بخوای بزنی، باید ببینی مواد فلافلو از کجا باید بگیری، روغنو از کجا بگیری، نون از کجا ارزون تره، با کدوم ویزیتور صحبت کنی. یعنی تو این زمینه باید علمشو داشته باشی. کبابی میخوای بزنی، آشغال گوشت رو از کجا بگیری، با چی قاطی کنی، بدی دست خلق الله. پس شما هر کاری که میخوای انجام بدی نیاز هستش که آموزش ببینی. اگر آموزش درست باشه، تصمیمات درستی بگیری، آینده بهتری برای خودت رقم میزنی. ولی اگر دنبال آموزش نباشی و تصمیمات اشتباهی بگیری، خب به تبع آینده بدی برای خودت رقم میزنی. پس ما متوجه شدیم با تصمیماتمون آینده خودمون رو میسازیم. یه توضیح میدم که ذهنت رو آماده کنم، بعد تمرین رو بهت میگم که چیه و بعد ترفندش رو با هم دیگه، تکنیکش رو با هم دیگه یاد میگیریم که از حضورتون مرخص میشم. اوکی تا اینجا؟ پس ما این رو متوجه شدیم که اگر میخوایم پیشرفت کنیم باید تو اون زمینه آموزش ببینیم که بتونیم زندگی خوبی برای خودمون داشته باشیم. هرچی آموزش دیدیم ندیدیم ما رو تا اینجا رسونده. از اینجا به بعدش یه سری آموزش‌های دیگه احتیاج داریم که فرایند بهتری رو طی کنیم. قبول داری شما هر تصمیمی که داری میگیری به صورت ناخودآگاه داری میگیری؟ شما تصمیم خودآگاه نداری. ما توی زندگیمون خیلی جالبه ها، خیلی قشنگه. قشنگ گوش کن. ما تو زندگیمون هر چی بچه‌ها تصمیم گرفتیم، تصمیماتمون به صورت ناخودآگاه بوده.
ما هیچ چیزی رو خودآگاه نخواستیم. تو فکر میکنی خودآگاه اومدی تصمیم گرفتی. مثلا میگه به موقع خونه رو خریدم و شانس آوردم، تو گرونی قبل گرونی خریدم. تو خونه رو نخریدی، ناخودآگاهت باعث شد تو خونه رو بخری. یا مثلا میگه دلارا رو خوب زمانی بود فروختیم و بعدش اومد پایین، خیلی تصمیم خوبی گرفتم. تو تصمیم نگرفتی، ناخودآگاه تو تصمیم گرفته. کارهایی که شما توی زندگیتون داری انجام میدی بر حسب ناخودآگاه شماست. ناخودآگاه شما داره اون کارها رو انجام میده. شما یه سری دیتا داری دریافت میکنی، دیتایی که دریافت میکنی ناخودآگاهت بر حسب اونا برنامه ریزی میشه و قدمای بعدی رو بهت میگه. یا مثلا میگی چه اشتباهی کردم، طلا رو ماه پیش فروختم، الان طلاهام رفته بالا، کاشکی نگه می‌داشتم. تو انجام ندادی، ناخودآگاهت انجام داده. یه ذره راحت ترت کنم. دیدی هر تصمیمی میخوای بگیری یه چیز تو ذهنت باهات حرف میزنه؟ اون کیه داره با تو حرف میزنه تو ذهنته؟ اون ناخودآگاه شماست که داره با شما صحبت میکنه. چی داره بهت میگه؟ چیزی بهت میگه بر حسب دیتایی که تو بهش دادی. تو یه سری دیتا بهش دادی، یه سری دیتا به خودت دادی، یه سری چیزا رو دیدی، حالا بر حسب اون دیتاها تو موقعیت‌های مختلف اون باهات حرف میزنه. دیدی پشت چارت میشینی میگی الان بای بگیرم، بگی الان بایو بگی، شکستش، بگی نمیدونم کندل تثبیتی هم، حالا این دفعه ولش کن، این دفعه کندل رو ول کن. اوه داره خبر میاد. به نظرت خبره چی میشه؟ خودت داری با خودت حرف میزنی. پشت سیستم نگاه کن. یا میری یه چیزی رو بخری، میخوای یه تصمیم رو بگیری، اون کیه داره با تو حرف میزنه؟ ناخودآگاهته، اون داره برات تصمیم میگیره. ناخودآگاه از کجا میاد؟ از دیتاییه که تو بهش دادی. پدرا مادرا تو رو خدا در حق بچه‌هاتون اسراف نکنید. بهش میگی کودنی، تو هیچی نمیشی، بزرگشی حمال میشی، نمیدونم وای تو خیلی بدبختی. دیتا بهش نده، بزرگشه واقعا حمال میشه، بزرگشه واقعا بیچاره میشه. تو داری بهش دیتا میدی، اون بچه بر حسب اون دیتاه داره میره جلو. شما هر اتفاقی که داره برات میفته بر حسب اون ناخودآگاه است. الان بچه‌هایی که اینجا زبان ترکی بلد نیستن، مثلا میگی نه بابا ناخودآگاه از یه جا دیگه است، زبان ترکی بلد نیستن بچه‌هایی که دارن آموزش رو میبینن. تو ذهنت الان با اونی که داری حرف میزنی بگو بهت یه جمله به ترکی بگه خونه ما خیلی خوشگله چون پدر مادرم تو اون خونه هستن. چی شد؟ ناخودآگاهت نتونست بهت بگه؟ چرا نمیتونه بهت بگه؟ چون تو دیتای ترکی یاد نگرفتی که ناخودآگاهت بخواد ترکی تو رو راهنمایی کنه. پس اون چیزی که تو ذهنت داره با تو حرف میزنه، یا مثلا یه کلمه زبان مثلا شیلی با خودت یه جمله بگو. همون شیلی چیه؟ یا به این ما یه سری واژه‌ها داریم، الف ب پ ت س ج چ ح خ د زال، یه دونه دیگه حروف خودت اختراع کن. به ناخودآگاهت بگو برات اختراع کنه. چرا نمیتونه؟ چون ناخودآگاه داره از تو دیتا میگیره، بر حسب اون به تو یه چارتی رو میده که این مسیر رو برو جلو. اگر موفق شدی به خاطر آموزشایی که دیدی، ناخودآگاهت بهت داره مسیر رو نشون میده. اگر موفق نشدی، اگر خوردی زمین، به خاطر اینه که با اون رفیقات گشتی، اون ناخودآگاه دریافت کرد واسه سیگاره رو بکشم و امشب باید بریم فلانجا، مواد درم بذار بزنم و بریم دعوا دوتا تیزی بندازیم. آخ جون تو دیتا رو داری میگیری، این همون محیطت میشی. میگم با 5 نفر افرادی که میگردی همون میشی. همینم دیتایی که میگیری تو رو شبیه اونا میکنه، چون اون تصمیمات رو داری میگیری. خیلی قشنگه بچه‌ها، خیلی قشنگ. الان وقتی بری تو بحرش میگی بابا من چه اشتباهاتی داشتم میکردم، چه کارهایی داشتم میکردم. هوش مصنوعی جدیدن اومده. هوش مصنوعی چی میگه؟ میگه آقا من میرم ازش میپرسم ایران چه شکلی میشه در آینده، یه سری عکس بهم میفرسته. اونا رو از کجا آورده؟ بر حسب دیتاییه که بهش دادن. اون که نمیدونه ایران چه شکلیه، بهش گفتن این شکلیه، ایرانی‌ها این شکلیان. الان بعضی عکس‌ها هم نگاه کنی اصلا ما رو شبیه افراد حوزه خلیج فارس نشون میده، ما اون شکلی نیستیم اصلا. چرا؟ چون بر حسب دیتایی که داره اون چیز رو برات به نمایش میذاره. پس تو آینده چیزی میشه بر حسب ناخودآگاهی که داری دریافت میکنی. این ناخودآگاهه داره به تو راه رو نشون میده. آقا تو رفتی یه دوره دیدی، بر فرض مثال مثلا دوره اسمارت مانی، موقعی که داری ترید میکنی اینی که داره باهات حرف میزنه که الیوت باهات حرف نمیزنه، چون الیوت تو یاد نگرفتی این بخواد بهت الیوت بگه. پس ما هر چیزی که یاد میگیریم همون ناخودآگاهمون میشه، همون باعث میشه آینده برامون رقم بخوره که چه شکلی میخواد بشه. خیلی قشنگه تا اینجاش. پس ناخودآگاهت رو اصلاح کن عزیز دلم، ناخودآگاهت رو اصلاح کن، آینده قشنگتری خواهی داشت. حالا من از کجا بدونم این ناخودآگاهم چجوری برنامه‌ریزی شده، چجوری اصلاحش کنه؟ الان جلوتر بهت میگم. دیدی یهو لبه میز یه خودکار میفته، یهو رو هوا میگیری؟ ناخودآگاهت داره انجام میده.
تو اصلا حواست نبوده. یا برای هممون اتفاق افتاده میری در یخچال رو باز میکنی، نگاه میکنی، میای دوباره یه دقیقه بعد میری، بعد میگی برای چی اومدم در یخچال؟ من که یه دقیقه پیش باز کردم. ناخودآگاهی تو رو بچه برده، عادت شده براش، بر حسب اون برنامه ریزیه داره برات این کار انجام میده. دیده مثلا شما میری در یخچال وا میکنی، میگه بذار دوباره بره در یخچال، ناخودآگاه برنامه ریزی کرده برات. یا دنده زدن تو ماشین، ناخودآگاه انجام میدی دیگه، بعد دیگه مدت اوکی دیگه ناخودآگاه دنده میزنی، گاز میدی، آینه رو نگاه میکنی، اینجور چیزا. یه ذره بخوایم فلسفی ترش کنیم، دیدی بچه‌ها به دنیا میاد، گشنش میشه گریه میکنه، دردش میاد گریه میکنه. ناخودآگاه تو بدن شما برنامه ریزی میشه یه سری دیتاها. حالا از محیط اون دیتاها رو میگیره که به اون رشد بخواد برسه یا نرسه. یا مثلا بچه حیوانات دیدی به دنیا میاد، میگه از کجا میدونه بعد 4 دست و پا باشه دنبال مادرش بره شیر بخوره. غریزیه، یه سری ناخودآگاه طوره. و بچه هم همینه، به مرور میفهمه باید به این موضوع لبخند بزنه، اینو باید گریه کنه، اینو باید این رفتار انجام بده. توی اون محیط شکل میگیره. یه بچه میبینی چقدر با ادبه، یه بچه چقدر بی ادبه. بر حسب اون محیط ناخودآگاه چیزهایی رو میگیره، بر حسب اون برنامه‌ریزی میکنه و مسیر شما رو بهت نشون میده. یعنی بهتون میگه چیا رو دوست داری. این استاره دیدی میگه از صبح میرم فقط مثلا این آهنگو دارم گوش میدم، چون هی اونو گوش دادی، دوستش داشتی. این استاره همونا رو بهت نشون میده، تو اکسپلورت همونا میاد. هر چی که تو دیدی و همونا رو بهت نشون میده، میگه تو اینا رو دوست داری. ناخودآگاهت هم اینه، هر چی که تو بگیری روی همون برنامه ریزی میکنه بهت نشون میده و تو میگه چه خوب شد دلار رو فروختم. ببین کجا چه جمعی بودی، با کی صحبت کردی، چه اتفاقی افتاد. بذار یه نکته بهت بگم بریم جلو. سال 96 بود، من تو محله فلاح یه خونه خریدم، یه آپارتمان خریدم، متری 2,800,000. چرا رفتم خونه ها رو خریدم؟ یه دوره شرکت کرده بودم، آموزش خرید آپارتمان، چجوری بتونیم سریع آپارتمان بخریم، چجوری خونه دار بشیم. بعد از اون آموزش که اون استادم واقعا اسمش یادم نیست و اینا اینجا ازش تشکر می‌کردم، خیلی گیر میداد سریع خونه بگیرید، سریع خونه بگیرید، الان تو رکوده میخواد بره بالا، خونه رو اینجوری بگیرید، خونه رو اونجوری. اومدم به بابام گیر دادم، من خونه میخوام. گفت چقدر پول داری؟ 100 تا سکه داشتم. من کار می‌کردم، سکه می‌گرفتم می‌ذاشتم کنار. 100 تا سکه داشتم، اون موقع فکر کنم 1,050,000 1,030,000 همچین، مثلا 930 940 من می‌خریدم. بعد فروختم شد تقریبا 3-4 میلیون تومان. یه وام گرفتیم و من خونه ها رو خریدم. تقریبا متری فکر کنم 2,700-800 خریدمش که الان تو اون محل فکر کنم متری 50 تومان 40 تومان خونه باشه. میخوام بهت بگم اون آموزشه باعث شد من اونو بگیرم. یعنی اگه من اون آموزش رو نمیدیدم، اون دیتا رو دریافت نمی‌کردم، هرگز باعث نمی‌شد برنامه‌ریزی بشم برای خرید خونه. پس آقا بیا تمرینش رو با هم دیگه داشته باشیم. خب اینو من یاد گرفتم، تعریفش رو فهمیدم ناخودآگاه چقدر تاثیر میذاره و تا الان چه اشتباه مسخره‌ای داشتم می‌کردم و فکر می‌کردم نه اصلا آموزش مهم نیستش، چرا باید آموزش ببینم. بحث من این نیست بری یا آموزش بخری یا آموزش ببین، اصلا آموزش رایگان. فقط سعی کن تو آموزش باشی. من اینجا الان بلند شدم بهت نشونم پر کتابه، میشینم کتاب میخونم، پادکست گوش میدم. تو ماشین من تو آهنگ گوش نمیدی، میشینم تو ماشین کلا پادکسته. یعنی تو هر لحظه دارم استفاده میکنم یه چیزی یاد بگیرم، یه لول به لول خودم افزون کنم. آقا تمرین همین الان دفتر و کاغذ کنارته، میخوام کنارت باشه که یهوییه. هر موقع خواستی ترید کنی یه دفترچو یه دونه خودکار با خودت بردار، بذار بغل دست لپتاپت برای ترید کردن. پس هر وقت خواستی ترید کنی یه دفترچو یه خودکار کنار سیستمت باشه. سیستمو که روشن میکنی همون لحظه، ببین بدون اینکه فکر کنی، همون لحظه روی اون دفترچه 5 تا چیزی که تو ذهنت رو بنویس بدون اینکه فکر کنی. نمیخوام 5 تا مشکلتو بنویسی یا نمیخوام 5 تا مثلا بدبختی بنویسی یا نمیخوام اینا رو فکر کنی یا نه 5 تا چیزی که تو اون لحظه تو ذهنته. اجاره خونه، خیلی خوشحالم، تعویض ماشین، پرداخته نمیدونم پول برق. اینجا مثلا چند مورد برات نوشتم، مثلا درآمد بیشتر، عدم اطمینان، ناراحتم این لحظه، احساس ترس میکنم، خدای شکرت. هر چی که تو اون لحظه تو ذهنته، اون حسی که داری، اون مشغلهه که درگیرشی تو ذهن، نشین فکر کن، نشین خب اینو روشن کردم، خب الان من چه چیزایی، نه ناخودآگاه نهایتاً 5 تا، کمترینش یکی، یعنی بین 1 تا 5 تا. اوکی؟ یا یه دونه یا 2 تا یا 3 تا یا 4 تا یا نهایتاً 5 تا. پس 5 تا رو قبل از این که بخوای اصلا ترید رو شروع کنی پای سیستم نشستی، این 5 تا رو می‌نویسی. حالا وقتی این جملات رو بنویسی
به صورت ناخودآگاه به شما یک مسیری رو نشون میده که این مسیر باعث میشه شما باورهای خودت رو به دست بیاری که با این باورها بتونی هیجانت رو کنترل کنی و مسیر آینده خودت رو ترسیم کنی. یعنی بدونی آقا من توی آینده چه اتفاقاتی داره برام میفته، نه اینکه این گویی بذاری ای گویی به من نشون بده آینده چی میشه، نه، از تو خودت، از تحلیل خودت متوجه بشی که آقا این مسیری که داری میری شاید داری کج میری، آینده ای که تو در انتظارشی برسه اینجا، مسیر رو تو داری کج میری یا اینجا سر در میاری. پس این باعث میشه که من بتونم آینده خودم رو ترسیم کنم، آینده خودم رو بسازم. حالا چه جوریه؟ ما یه همچین چیزی گفتیم بردارید، یه برگه. حالا من این برگه رو که برداشتم، این بالا اون 5 تا رو می‌نویسم، 5 تا، 4 تا، 3 تا، حالا نهایتش گفتیم 5 تا، کمترینش هم یه دونه. اینو که نوشتی، پایین برگت رو شما یه لطفی میکنی، پایین برگه رو میبندی، یه همچین شکلی رو تو خودش در میاری. این همون دیروز بودش، یه 4 تیکه توش در میاری. سمت راست بالا اینجا این میشه چی؟ قسمت شادی. سمت چپ میشه قسمت غم، پایینیه میشه طمع، اون وریه هم میشه ترس. پس شد شادی و غم، طمع و ترس. 4 تا تیکه است. میگه از اون 5 تایی که نوشتی به کدوم از اینا ربط داره؟ مثلا تغییر شغل، تغییر شغلی که شما داشته باشی به شادی ربط داره، این شادی، این طمع، این ترس، این هم که غم بود. به شادی و غم ربط داره، یا تغییر شغل شما میاد مربوط میشه به مثلا طمع و ترس، میگه خب ترس، طمع. میگم تو این گزینه ها شما 0 تا 10 داری کلا، هر کدوم اینا باید بشه، هر کدوم این خطا 0 تا 10. مثلا میگه 8%، 8 عدد ترس من میشه برای تغییر شغل، 2 میشه طمع. من میخوام الان تغییر شغل داشته باشم، عدد ترس من 8، عدد طمع من به تبع میشه 2. یا مثلا برای خرید ماشین برعکس این میشه، طمع کردی دیگه، مثلا طمع دیگه، میخوام یه ماشین یه لول ببرم بالاتر، ماشین رو میخوام از مثلا پرایده یهو برسونمش به مزداتیری، پس طمع من مثلا میشه 7، میشه 8 و این ترسه میشه 2، ترسه میشه 3، ترسه میشه 1. خب حالا میگم این عدده رو برای خودت نوشتی، مثلا روز 1 میخوام بشینم تریت کنم، اینا رو مینویسی برای خودت، شادی، غم، ترس و طمع، عددشو مینویسی. باید گفتیم هر ردیف بشه نهایت 10 دیگه. حالا روز اول تمام شد، روز دوم، روز سوم، روز چهارم، روز پنجم، ششم، رسیدی آخر هفته. آخر هفته که رسیدی یه دونه برای خودت مستطیل که 4 تا تیکه بشه، 4 تا مربع کنارم، یه دونه برای خودت هفتگیت باز میکنی، میای مجموع شادیات عددش چند بوده می‌نویسی، مثلا شادیام شد 15، جمع میزنی دیگه اون یه هفته رو. ترس چقدر بوده، طمع چقدر بوده، غم چقدر بوده. آخر هفته یه تلنگری به تو میزنه، این هفته شادی داشتی یا این هفته یه هفته غمگینی داشتی؟ این هفته آدم طماعی بودی یا این هفته آدم ترسویی بودی؟ یعنی نمیذاره مسیرت بخواد کج بشه، همون اول هفته خفتت میکنه. این هفته چه جوری بودی؟ طمع کردی؟ دیگه دفعه بعد، هفته بعد بخوای کاری انجام بدی حواست هست که طمع نکنی. بعد هرچی هم که تو ذهنت اومده سری پاکسازیش کردی، افکار مخرب دیگه نمیاد تو ذهنت، افکار تکرار شونده دیگه نمیاد تو ذهنت، یک پاکسازی برای انجام میشه که من همچین چیزی رو میخوام بخرم، باشه درصد طمع و ترسم انقدر، بذارش کنار، دوباره یه چیز دیگه. یعنی قشنگ خود ضمیر ناخودآگاه این قفسه‌های کتابو میبینید شلمشور باز قشنگ میاد کتابا رو برات جمع میکنه، همه چی مرتب میشه. حالا تا اینجاش هم که اوکی شدیم، بس هر هفته هم فهمیم، بس هر روز رو مینویسیم، آخر هفته یه جمع میزنیم برای خودمون. بریم سراغ تکنیکش. من اسم این تکنیک رو گذاشتم داداش داری اشتباه میزنی یا داداش اشتباه نزن. این تکنیک چیه؟ میگم عزیز دلم، نشین از خودت سوال برای خودت بپرسی برای اون 5 تا مورد، گفتیم 1 تا 5 تا مورد. نشینی از خودت سوال بپرسی، نشینی خودکار بگیری دستت، خب مشکلاتم چی هست؟ بشه احساسا، نه ناخودآگاه چی داره میاد تو ذهنت. اصلا نکن تو میخوای ناخودآگاه رو کشف کنی دیگه. ناخودآگاه بدون اینکه فکر کنی چی داره میاد، همون رو مینویسی تو کاغذ. پس نشین برای خودت روحیاتتو بنویسی، وای برای خودت سوال مطرح کنی، نه، چی داره تو ذهنت میاد همونا رو مینویسی. و یه موضوعی که هستش،
من اگر میخوام ماشینم عوض کنم چه اتفاقی میفته؟ طمعم زیاد میشه. شما اگر طمعتون زیاد بشه ناخودآگاه باعث میشه چه اتفاقی براتون میفته بچه‌ها؟ طمع که میره بالا باعث میشه شما تریدهای بیشتری داشته باشید، ضرره بزرگتر میشه. من موقعی که میخوام مثلا از شغلم بیام بیرون چه اتفاقی برام میفته؟ ترس زیاد میشه. ترس که زیاد بشه شما باعث میشه رفتاری از خودتون بروز بدید که کمتر ریسک بکنی، کمتر ضرر کنی. این چیز کاملا عادیه ها. شما الان تو بازار وقتی طمع میکنی چه اتفاقی میفته؟ دیگه مدیریت سرمایه نداری، حجم پوله میره بالا، تریدای احساسی انجام میدی. یعنی طمع زیاد باعث میشه ریسک بزرگتر بشه، ضرر بزرگتر بشه. و وقتی توی بازار میگی وای دیگه الان با 1 صدم ترید میکنم، دیگه میترسم ترید کنم، تا اینو نبینم ترید نمیکنم. ترس زیاد باعث میشه که شما رفتارت کنترل تر بشه، نمیای بیگدار با آب آتیش بزنی، ریسکت کمتر میشه. طمع زیاد، ریسک زیاد، ترس زیاد، ریسک کمتر. پس ببین ما هر حالتی که داریم روبروش یه اتفاقی داره میفته. چرا میگم شما تو لایو قبلی حتما ببین اگه ندیدی، چرا میگم تو تحلیل تکنیکال این دوتا مورد رو بردارت باشه که روند رو بتونی تشخیص بدی و اینکه بدون رفتار قیمت به چه شکله. تو تکمیله، تو مشکلت روانشناسی خیشتنه. اکثر کسایی که توی بازار دارن ضرر میکنن مشکل روانشناسی خیشتنه، چون نمیدونه این حالت که پیدا میکنه در مقابلش چه اتفاقی میفته که داره ضرر میکنه. اگر بدون من این حالت رو الان پیدا کردم، این حالت در مقابلش اینه، پس باید اینو کنترل کنم که تو بازار بتونم کارم رو انجام بدم. ما رفتار مقابل رو نمیدونیم، اون لحظه اون اتفاق برامون میفته. چون رفتار مقابل رو نمیدونیم، رفتار مقابلش اتفاق میفته و شما توی بازار کامل ضرر میکنی. حالا چه اتفاقی بعدش میفته؟ میگی دوره مشکل داره، میری یه دوره دیگه میخری، یه دوره دیگه، یه دوره دیگه، یه دوره دیگه، یه دوره دیگه و میمونی با مجموعه ای از اطلاعات. این همه دوره دیدم، این همه اطلاعات، چرا تو بازار بس موفق نمیشم؟ یعنی یه اطلاعات اضافه میری میبینی که اصلا نیازی نیست برات اون اطلاعات رو بدونی. میری چیزایی رو یاد میگیری که اصلا به دردت نمیخوره یاد بگیری و باعث میشه دیگه کلا از بازار شوت میشی بیرون با اون ضررهای بزرگی که داری به بازار میدی. خب حالا بریم سراغ تکنیکش. آقا من چجوری میتونم از این تکنیک استفاده کنم و به اصطلاح خودمون بهتر کنیمش؟ تکنیکش خیلی خیلی ساده است. تکنیکش بسیار بسیار ساده است. شما برای اینکه توی بازار مالی تحلیل داشته باشی چیکار میکنی؟ میای گذشته بازار رو نگاه میکنی. نمیری مثلا 3 ماه پیش بازار رو نگاه کنی، 5 ساعت قبل بازار نگاه میکنی، روند رو نگاه میکنی، حمایت مقاومتی مشخص میکنی، خط روندی میکشی، حالت شادوها رو نگاه میکنی، حالت قیمت رو نگاه میکنی. یعنی میای یک رفتاری رو ازش میبینی که بتونی پیش بینی کنی آیندهش چی میشه. غیر از این نیستش که تحلیل یعنی چی؟ یعنی بیای یک رفتاری رو ببینی، بر حسب اون اتفاقاتی که تو اون داری میبینی بتونی آینده رو پیش بینی کنی. مثلا میگن تو این کشور فلان اتفاق تا 5 سال دیگه میفته، مثلا یه کشور مثلا شوروی میگن توش انقلاب میشه، از هم میپاچه. چرا؟ چون یه سری رفتار داشتن میدیدن از حاکمینش، از رفتار مردمش که گفتن آقا این تا 5 سال دیگه، تا 10 سال دیگه، تا 20 سال دیگه این شوروی از هم میپاچه. بر حسب اون دیتاهایی که داشتن میگرفتن. اینا همینه. شما توی بازار بای میگیری، چرا؟ بر حسب دیتاهایی که گرفتی تو بازار که این خط رونده این شکلی شده، قیمت اینجوری شده، شادو زده، نمیدونم یک حالت اوورلپی توش اتفاق افتاده. همه اونا باعث میشه که شما دیتا بگیری که آیندهش میخواد چی بشه. حالا من آیندم چی میخواد بشه؟ الان اول ویدیو صحبت کردیم، گفتی آینده رو میخوای بگی، مسیری که من میخوام برم میخوای بگی. خب من آیندم چی میخواد بشه؟ خیلی ساده است، خیلی راحت، کاری نداری که. شما میای عزیز دل برادر برای خودت میگی آقا من مواردی که داشتم رو میام لیست میکنم. شما الان باید ببینی برای خودت چه کاری انجام دادی، چه اتفاقاتی برای خودت انجام دادی که چه نتیجه‌ای میخوای ازش بگیری. من اینو پاکش کنم. شما میای 4 تا نمودار برای خودت میکشی. نمودار شادی و غم، طمع و ترس بود. نمودارت به این شکل میشه. عددی که داریم نهایت عدده تو روزانه ها، تو روزانه نهایت عددی که داشتیم 10 بود دیگه. گفتیم تو هر ردیف 10 نمره است، نهایت میخواد بشه 10. می‌نویسی روز 1، روز 2، روز 3، روز 4، روز 5 تا روز 30. روز اول نمره غمت چند بود؟ اینجا غم بود، این شادی بود. غمه میگی مثلا 1 بود. روز دوم غمم مثلا 5 بود. روز سوم غمه مثلا 4 بود. روز چهارم 9 بود، خیلی ناراحت بودم. این بود، این بود، این بود. همینجا عددا رو برای خودت در میاری. اینا رو وصل کنیم به هم چی بهت میده؟ یک نموداری برات در میادش.
یعنی آخر ماه این نمودار هر روز میکشی یا هر روز برات کشیده میشه، آخر هفته گفتم اون جنبندی رو میزنی. تو مسیرت داری میبینی من داره غمم زیاد میشه. وقتی تو ناراحتیت زیاد بشه ترید احساسی میکنی. دیدی ناراحتی دوست داری الکی بشین ترید کنی، ترید احساسی باعث میشه ضرر کنی. شادیه میای دونه دونه اینا رو مینویسی، من شادیم داره کم میشه. ما تو دوره هامون بود، تو دوره کارگاه ترید به بچه‌ها گفتیم خیلی خوشحالی، خیلی ناراحتی، هر حست زیاد بود ترید نکن، چه خیلی خوشحالی چه خیلی ناراحتی. شما باید یک حسی داشته باشی که صاف باشه، نه خیلی خوشحال نه خیلی ناراحت. کسی که خیلی خوشحاله میتونه رانندگی کنه، مست کرده میکوبه به یکی. کسی که ناراحته دور از جون پدرش مثلا فوت کرده میتونه الان بشینه ترید کنه. خب نه، پس ما یه حس خیلی زیادی نباید داشته باشیم. میای طمع و ترست رو هم میکشی، میبینی تو آخر ماه من طمعم ای داره زیاد میشه، هر روز طمعم زیاد میشده. چرا؟ چون داشته ضررات زیاد میشده، مجبور بودی طمع کنی، طمع زیاد میشه. یا ترسم داشته برعکس کم میشده، چون ما هرچی کمتر میترسی بیشتر ترید میکنی. یک مسیری بهت نشون میده باید جلوش رو بگیری. میبینی وقتی داره میره بالا باید جلوش رو بگیری. نمیگیم باید خط صاف بشه، ولی تو یه حالت سایدی باشه، یه حالت رنجی برات اتفاق بیفته که بتونی ازش نتیجه بگیری. بگیم داداش داری اشتباه میزنی. دیگه یادت باشه اشتباه نزنی، که بتونه ناخودآگاهت رو کامل برات بشناسونه، بدونی که تو چه مسیری داری میری. ناخودآگاهته که آینده شما رو میسازه، همون جور که دیدی به همیشه. مثلا ناخودآگاه طور شما داری تمام میکنی یا حساب رو کال میکنی. ناخودآگاه همینجوری غم حساب رو میزنی میتره کنی. شادی بیش از حد حساب رو میزنی میتره کنی. تقریبا میگم 40 روز پیش 35-6 روز پیش به بچه‌ها که گفتیم، هفته پیشم جوابش اومد، دیدم چقدر قشنگ برآینده‌شون مثبت شده. برو امتحان کن، نتیجهش رو میبینی شما و میتره کنی. امیدوارم که این جلسه برات مفید بوده باشه. از چهره شادابت معلومه که یه تکنیک فوق‌العاده نابی رو یاد گرفتی و دوست دارم خیلی سریع تستش کنی، خیلی سریع انجامش بدی و بیای توی کامنت ها به هم بگی که برات چه اتفاقی افتاد و برایندت به چه شکل شد، که با همدیگه بریم جلو. عشق منی، خیلی خوشحالم که توی این جلسه هم با ما همراه بودی. حتما یادت نره برام کامنت بذاری و نظرت رو بهم بگی. خیلی خوشحال میشم توی این مسیر کنارم. موفق و شاد باشی.